سطح فوتبالی باشه برای فوتبال خودمون. زمینی که رونالدو رو می‌بینید در چمن آزادی داره گرم میکنه. پارسال این چمن اگه بازی میکرد همین موقع خیلی شرایطش بهتر بود. چمن استادیوم آزادی مدت هاست که از انقضا شدن تاریخ این چمن میگذره و تعویض نشده. امیدوارم که رو کیفیت بازی امروز خیلی اثر نذاره. سعی هم شده که استادیوم آزادی بدون تماشاگر یه جورایی در واقع طراحی بشه، دیزاین بشه، حالا زحمات مختلفی کشیده بشه که خیلی به چشم نیاد اون قسمتایی که هم داره تعمیر میشه با تلاش دوستانمون، همین که تماشاگر در خودش نمیبینه. وزیر محترم ورزش جوانان هم دوباره سر زدن، فکر کنم 2-3 بار آقای هاشمی مدت رفتن، آقای کیومرث هاشمی، و سر زدن به شرایط استادیوم آزادی که هم باید رقابت‌های لیگ و بارشو به دوش بکشه و هم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. سادیو مانه و بقیه ستاره‌های النصر که شاید پارسال این موقع خیلی باورشون نمیشد این بازیکنایی که چمپیونز لیگ بازی میکردن در اروپا الان دارن ایشین چمپیونز لیگ بازی